این روزا برنامه تبلیغاتی و سخنرانی‌های کاندیدای سیدعلی تو تیوی ریش خودش خنده پارتیه که بیا و تماشا کن. مثلا حداد قاطر به جای حرف زدن از برنامه‌هاش پوز مدارک تحصیلیشو میده. ندید بدی؟ خودم رو در رشته فیزیک در دانشکده علوم دانشگاه تهران آغاز کردم و لیسانسم رو از دانشگاه تهران گرفتم. فوق لیسانس یا کارشناسی ارشدم رو از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس فلسفه و دکترای فلسفه گرفتم. تخصص من در فلسفه کانت و مترجم آثار کانت به زبان فارسی هستم. یکی نیست به این خیار قلمی بگه آخه این همه سال خرخونی چی برات داشت؟ این همه مجیز پدر شوهر دخترت یعنی سیدعلی رو گفتی، آخرش بازم پاش رود صفر نیست که بتونی کاری واسش بکنی. حتی یه استبل مجلس هم نتونستی واسش اداره کنی. حقا که سلیم النفس بیکفایت که میگن تویی. بگذاریم حالا یکم راجع به فلسفه آزادی تو نظام ولی فقیه بنال ببینیم چی مینالی. دموکراسی از نظر ما که ما اون رو به مردم سالاری تعبیر میکنیم به معنای حاکمیت ملت بر سرنوشت خودشه. آزادی سیاسی رو لازمه دموکراسی میدانیم و نقد و انتقاد از رفتار دولت مردان و اظهار نظر و ارائه طریق، بیان معایب، این لازمه زندگی سیاسی و اجتماعی است، منتها به شرط اینکه مرز اون با در واقع توطئه و خیلی چیزای دیگه شناخته بشه. منظورش از توطئه و چیزای دیگه هر حرفیه که مخالف نظر عظما باشه. بابا شما تو همین گرگ دعوایی باندیتون نامزدای از فیلتر گذشته خودتونم نمیتونید تحمل کنید، بعد دم از دموکراسی و مردم سالاری میزنی؟ اینهاش این پشم شیشه آخوندی و قطع مصاحبه یارو عارف. برنامه جدی و غیر شعاری برای ساماندهی بازار ارز و تهدید قیمت‌ها داریم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. تازه این مصاحبه کاندیدایی بود که چپ میره راست میاد میگه قربون ولی فقیه بچسبم من. جالب اینجاست که صدا و سیما اول گفت آقا صدا خراب شده بود، اما وقتی طرف اعتراض کرد آخرش کار به موضع‌گیری نماینده دادستان کشید. نماینده دادستان کل کشور در پاسخ به اعتراض یکی از نامزدها به حذف بخشی از اظهاراتش در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش گفته سازمان صدا و سیما تخلفی مرتکب نشده. در صورتی که نامزدها مطالبی رو مغایر قانون مطرح کنن، صدا و سیما بنابر مصوبه کمیسیون موظف به حذف اون مطلبه. بله، اینم از سانسور قانونی تو مردم سالاری ادعایی حداد قاطر. حالا واسه حسن ختام این تیکه رو داشته باشید. اند خنده است. استفاده نکن دیگه آخه رعایت کنین، خواهش میکنم. تعجب میکنم شما این کارا رو میکنیم با مقام عظما. مقام عظما این شعر اهانتبارشو به شما رو چیکار کنیم آخه ما؟ بدید این شعر رو خوشنویسی کنن بفرستید برای بنیاد ایثارگران. عجب گیری کردیم ما وسط این دیوونه میوونه ها جمع شدیم. یکی مزخرف میگه، یکی میگه خوشنویسیش کن بفرست نمیدونم کجا. ولش کن. نخواستیم. از آقای حداد قاطر درخواست میکنیم که شعرشون رو اینجا بخونن. بفرمایید. همچون پرندگان سبکبال میپرند از شاخسارها به سوی آشیانه ها. در اوج فتنه باز به گوشت نواختند، سیلی به دست ها و به پاشان بهانه ها. آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان بهانه ها یعنی پاشون دنبال بهونه میگرده که خلاصه یه جوری اردنگی رو بیان برات. در پاشون چرا؟ در دلشون باید باشه. با پاشون لگد میزنن دیگه. آخه گوش ماغ با دلشون که نمیتونن لگد بزنن. من تعجب میکنم این حرفو داره میزنی. این میمونه که من با کمرم بخوام بیام بزنم تو گوشت. این میشه. حالا میگی من چیکارش کنم؟ عوضش کنم؟ بله حتما عوضش کنید. بله نه باشه. نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه. اونو باید یه جوری درستش کنید.